سلام. تو این ویدیو قراره بریم سراغ موندگارترین و باحالترین عروسیایی که تو فیلم‌های ایرانی دیدیم. قراره بفهمیم کی میتونه تو چند ثانیه اسم فیلم رو از سکانس عروسیش درست حدس بزنه. آماده ای؟ پس بزن بریم. به سرعت میدونی چشمت سگ داره؟ ما دختر به راه دور نمیتونیم شوهر بدیم، یعنی من همین یه دختر دارم، سختمونه، فرهنگامون به هم نمیخوره. پسرم ندردت نمیاد. تو همیشه میدونی جد کجاست؟ مگه نه؟ جد کجاست؟ شما را به عهد دائم آقای الجنگ صنوبر در بیاورم. آیا وکیلم خانم؟ عروس خانم لاله فرناز از خونه چطور با هم آشنا شده؟ کجا با هم آشنا شده؟ ولی شما از زنتون راضی هسته؟ نه خود اوکی راضی هسته راضی هسته دیگه با اجازه پدر مادرم و بزرگترا بله. اینه دست چپ به قلب نزدیک‌تر. محترمه خانم شکوه حیدری، آیا حاضرین شما را با مهدی معلوم بله. من الان پول ندارم که من شب 9 ماهگی خانم شما می‌گردم. مثلا می‌خواد 7 ماهه بذارم. یه بهتاج واسه جاپون رفتن پول دادم بهت. من خودم کلاس کنکور رشته ریاضی. بابا این پولا رو بدید خیال ما راحت شه دیگه. این کارو یه چیگری یه جنم میگه که من ندارم. خیلی ممنونم. فقط یادت باشه به این باشه هر چی که من گفتم ماما تو کجایی؟ بزن بشین میخوای تا آخر عمرتون مجرد بمونیم؟ میدونید من نسبت به عشق دیدگاه خودم دارم. من به عشقای اساطیری اعتقاد دارم، مثل مجنون، فرهاد. عشقی که بیارزه حتی آدم واسش بمیره. عشقی که آخرش میرسه به ازدواج، هیجانش بود، شورش بود. شما چه آدم جالب. مگه چی شده؟ بخند دیگه. باور کن از وقتی که اومدیم دبی یهو یه آدم دیگه شد. کامران خیلی فشار تو زندگیش تحمل کرد. هر کی دیگه جای تو بود که الان پارت اول ما رو تحقیق کرده بود. آقا این همه پول گرفته واسه چی؟ حاضر شو داریم میایم دنبال نه که اینجا بدبختی زیاد میکشن عادت دارم زود خسته نمیشم ولی خب خارجی ها نازنازی هم قنچه ای لب گشوده خاک بنو سرت. چرا؟ یه دانشجوی سابقه پزشکی باید جوجه فروشی کنه؟ هر یک چیزی کم دارد. چرا نمیری در مغازه؟
روی همه جمله هاش تمرین کرده. واقعا چقدر برفا رو میشناسم؟ چی از زنم میدونم؟ گوشیتو از تو کیف در آوردم، موبایلتو چک کردم. بخشیدا کهت و موکلتی حامیان لموکلی علی و مبارکه قبل تو انشالله که مبارک تمومه سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. کجای قربونت برم بسازم بعدم برو تو چه داری میگن اینجوری؟ خب اینم از پایان یه ویدیوی دیگه. متشکرم که تا اینجا با هم اومدی. امیدوارم حسابی بهت خوش گذشته باشه. یادت نره که با لایکت بهم انرژی میدی برای ساخت کلی ویدیوهای باحال‌تر. راستی تا نرفتی چایی هم گذاشتم برای تویی که ساب میکنی و میمونی تو کانال. تا برنامه‌های شاد و مفرح و بی همتای بعدی، خدا نگهدار.